بله تو تصویر داداشمونو داریم با یه نوار بداشی بالار با یه بچه و زنش دارن میرن. حالا بریم کی میکسن. آبجی بیا عقدسو بگیر ببر تو خونه من میام. آخه بابا عقدس چیه ناموسن مگه دهی 60 آخه بابا. داشت پیمان. سلام آقا مصطفی. داشت میگم موشم و مشکی نداشت. موشم و مشکی چرا نداره که داشت زشته. یه نوار خیلی همه دارن میبینن میفهمن ناموست مریض شده. بابا گاییدمت مثلا آخه کسکش مگه هر کی پریود بشه مریض میشه بابا. اینا اصلا تعریفی از پریود ندارن. بابا مریضی چی آخه کسکش مگه سرطان آخه مریضه اره. خب بفهمن زشتش کجاست. آفرین همه باید بفهمن داشتمون یه هفته نمیتونه کس بکنه. چه ایرادی داره آخه من نمیدونم. بعدش هم یعنی خواهر مادر تو این همه زن تو دنیا مریض نمیشن فقط ناموس من مریض میشه. بابا گاییدمت پریودی مریضی نیست. کسکش همون جوری که اعتیاد جرم نیست پریودی هم مریضی نیست بابا. خود نفتید کلید دیگه. داشت زشته دیگه اصلا من چه بدونم. از بدین گفتم بی حیایی واسه اگه بفهمن. بابا من نمیفهمم آخه چرا یه نفر باید بیاد درباره پریود بودن زن رفیقش حرف بزنه. آخه چرا من کسکش رو غیرت داری. شنیدیم و گوش دادیم. چون از قدیم گفتن دلیل بر درست بودنش نیست. اینه که من به تو بگم مای دستشویی وقتی میگیری بذار تو مشم و مشکی چون اینجوری همه میفهمن میخوای بری دستشویی یا این بی حیاییه. بابا ناموسن گوزو به شقیقه ربط نده. بابا آخه چه کس شریه چرا باید همه بفهمن تو زن پریوده. آخه من نمیدونم. خب حالا من شغلت بگیرم باید همه بفهمن. باید بیام صبح تا شب تو خیابون بگم آی ملت من شغلت دارم یه چیز طبیعیه. بابا نکنه طبیعیه واسه همه خانوما اتفاق میفته. تو این چند روز خودشون به اندازه کافی درد روحی و جسمی میکشن. این یه دونه رو حداقل بذار معافی کنیم تا درد قایم کردن این داستان رو دیگه نداشته باشن. بیا داشت چرا به من میدی؟ واسه مادرت گرفتم. بابا اروا مرده ها دست از سر من وردار. آخه این چه کس شریه ساختی. آخه چرا باید برای ننه رفیقت که پریوده نوار بلاچی بخری بابا. چرا بیا منو بکن. چرا منو ببر خانواده LGBT بکن. من کیرم توی زندگی. مثل اینکه زنگ زد به گوشت خاموش بود. منو جلوی دردید به من گفت بگیرم. پیمان ننه قربونت برم مصطفی زنگ میزنم جیگرش داره جواب نمیده. میری برای من این نوار بداشی بخری بالارم بگیر مسافرتی مشبکی دورت بگرم. من اوف شدم پیمان جان.